در 37مین شب از شب‌های اوسان هستیم. هر هفته با هم یک کتاب رو بررسی می‌کنیم و از مؤلف یا مترجم کتاب دعوت می‌کنیم که در جمعمون باشن و جلسه‌ای رو در این خصوص داشته باشیم. خدمت آقای بلوری عزیزم سلام مجدد عرض می‌کنم و قبل از اینکه به صحبت ایشون بپردازیم من می‌خواستم توضیح کلی رو درباره کتاب بدم و مواجهه‌ام با کتاب. من راستش توی نمایشگاه کتاب آقای بلوری با این کتاب آشنا شدم. چیزهای کوچکی مثل اینها برام خیلی جالب بود، یعنی اون توضیحاتی که پشت کتاب نوشته شده بود، این که این کتاب من چاپ 6م کتاب رو خریدم و دیدم که خب جایزه‌های متعددی برده. هم موقعم که بعد از تهیه کتاب یه سرچ کردم دیدم که چقدر مورد توجه منتقدان مختلفی بوده و متوجه شدم که یک اقتباس سینمایی هم داره. خودم خیلی با کتاب ارتباط گرفتم و خیلی هم از ترجمه شما لذت بردم. احساس کردم خیلی ترجمه یک دست و روانی بود و فضای کتاب رو بعد از اینکه حالا شما هم با دوستان سلام علیکی داشتید، من این توضیح کلی میگم خدمت دوستان و بعد بپردازیم به محتوای کتاب. در خدمتتون هستیم. بسیار خیلی متشکرم. سلام می‌کنم خدمت دوستان عزیز حاضر در این جلسه. همچنین تشکر می‌کنم از سرکار خانم پاکزاد و جناب آقای نعمتی. ممنونم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید که راجع به این کتاب به گفتگو بنشینیم. متشکرم. قربان شما، خیلی ممنونم. خانم اسماعیلی عزیز سلام. خانم اطرت اسماعیلی هم هفته گذشته در خدمتشون بودیم، ایشون هم نویسنده هستن. خیلی لذت بردیم از جلسه متشکرم عزیزم. منم سلام عرض میکنم. موفق باشید. شما. ممنونم، متشکر. خب بپردازیم به کتاب. کتاب در دسته نوئله ها قرار میگیره. من حالا کتاب رو هم نشون عزیزانی بدم که اگر ندیدن حجم کتاب رو ببینن. یک توضیحاتی گفتم ابتدای جلسه پشت کتاب نوشته شده بود در رابطه با متن کتاب. من میخوام اون پاراگراف پشت کتاب رو با اجازهتون بخونم و یک توضیحی رو درباره محتوای کتاب و اینکه اصلا داستان کتاب بر حول محور چی میچرخه بگم و برگردیم سراغ سوالهایی که در رابطه با محتوای کتابه. میدانست که بدترین اتفاقها هنوز در راه است. از همین حالا احساس میکرد دنیایی از مشکلات و گرفتاری‌ها پشت در بعدی به کمینش نشسته. اما بدترین اتفاق ممکن را پشت سر گذاشته بود. اینکه میتوانست کاری بکند اما نکرده بود، احساس گناهی که مجبور میشد باقی عمرش را با آن سر کند، متحمل هر درد و رنجی هم که میشد به درد و رنجی که دختر کنار دستش کشیده بود نمیرسید و حالا مانده بود تا رنجی برای آن را احساس کند. خب خانم الفت عزیز سلام عرض میکنم، خوش آمدید. سلام، خیلی ممنونم، متشکرم. قربان شما، ممنون از لطفتون. خب من یک توضیح درباره داستان بدم. این داستان یک داستان ایرلندیه که در سال در سال 1980 در ایرلند میگذره. کتاب سال 2021 نوشته شده، درسته آقای بلوری؟ سال 2021 کتاب نوشته شده ولی داستان درباره اون دوره تاریکی از تاریخ ایرلنده و درباره فردیه که کودکی سختی رو داشته. شخصیت اصلی فرلانگ یک پسری بوده که مادرش وقتی که توی سن خیلی کمی باردار میشه و فرلانگ به دنیا میاد و حوادث و اتفاقاتی که در واقع در طی زندگیش تجربه میکنه به حمایت یک خانمی که اونها رو به سرپرستی میگیره، کمکشون میکنه بدون حضور پدر بزرگ بشن و بعداً یعنی شروع کتاب رو ما از جایی میبینیم که فرلانگ توی معدن زغال سنگ کار میکنه و مدام مواجهه این شخصیت رو در دوره تاریخی توی ایرلند داریم میبینیم که هم مشاهده اون فضای تاریخی و سیاسی و اجتماعی اون دوره رو داره و هم یک بخشی رو، یک عقبگردی رو داره به زندگی شخصیش. آسیب‌هایی که خودش دیده، آسیب‌هایی که توی جامعه باهاش مواجه میشه
و مدام توی این فضا ما با اون جریان سیال ذهن فرلان میریم میایم و توی موقعیت‌های مختلف مواجهش رو می‌بینیم. شخصیت اصلی بارها در مواجهه با همسرش، در مواجهه با فرزندانش و جامعه‌ای که توش قرار گرفته و چیز بزرگی که حالا در واقع مفهوم کلیسا و مذهب که اینقدر در این کتاب پررنگه. یکی از ویژگی‌هایی که کتاب داره و اصلا جایزه‌ای هم که گرفته برای رمان سیاسی بوده، اعتراض به اون فضای تاریخی و اون فضای خفقان آوریه که در اون دوره وجود داشته. من راستش وقتی که فیلم رو دیدم، فیلمی که اقتباس شده بود از این کتاب رو دیدم، خیلی بهتر شخصیت داستان رو درک کردم. شاید یک قسمت‌هایی از فیلم خیلی اضافه شده بود، درسته که متعهد بود به متن کتاب، ولی یک بخش‌هایی هم بود که من اونجا حالا شاید با بازی خوب آقای مورفی بود، نمیدونم به چه شکل بود، اون تنشی که اون شخصیت درون خودش پیدا کرده بود، اون چالش‌هایی که در درون خودش باهاش مواجه شده بود، توی فیلم خیلی بهتر به نمایش گذاشته شده بود تا جملاتی که در کتاب بود. منتها کتاب همونطور که می‌بینید در نهایت ایجاز سعی کرده بود که یک قصه‌ای رو در اوج نگه داره. اینطوری نبود که شما دچار ملال بشید وقتی که کتاب رو می‌خونید. حالا در ادامه صحبت من برمیگردم به مقایسه متن کتاب و اون اتفاقی که در فیلم شاهدش بودیم. ولی دوست دارم قبل از اینکه من توضیحات بیشتری رو در رابطه با کتاب بدم از آقای بلوری عزیز خواهش کنم که یک توضیحات کلی رو در معرفی این کتاب، اینکه این متن از چه جهت توجه شما رو جلب کرد که انتخابش کنید برای ترجمه، جایگاه این متن در ادبیات معاصرمون به چه شکله، چرا انقدر مورد توجه قرار گرفته و جوایزی که برده به چه صورت بوده. ممنون میشم که این توضیحات رو بفرمایید و در ادامه گفتگو رو داشته باشید. بسیار عرض کنم که در مورد انتخاب متن برای ترجمه، خب طبیعتا من همیشه متنی رو که واقعا دوست دارم روش کار بکنم برای ترجمه دست میگیرم. بارها پیشنهادهایی بوده برای ترجمه یک کتاب، ولی چون خیلی به دل خودم ننشسته خب اونا رو ترجمه نکردم. معمولا دلیل اصلی برای اینکه کتابی رو ترجمه میکنم یکی اینه که خودم واقعا با تمام وجود دلم بخواد این رو ترجمه کنم و بعد کتاب یک موضوع مهمی داشته باشه یا به لحاظ ادبی کتاب شاخصی باشه. اینا دلایلی هست که معمولا برای ترجمه کتاب ها در واقع کتابی رو برای ترجمه انتخاب میکنم. حالا اگر لازم باشه من هم راجع به کتاب توضیح بدم در خدمتتون هستم، یا اگر سوال دیگه ای دارین که من سوال رو پاسخ بدم. بله ممنون میشیم اگر که در رابطه با حالا داستانی که در کتاب اتفاق میفته، چون به هر حال توضیح مختصری درباره اون دوره تاریخی و اتفاقی که اون شخصیت داستان، یه روایت خیلی کوتاه، نمیخوایم که همه داستان رو برای عزیزان اسپویل کنیم، دوست داریم کتاب رو بخونن چون واقعا هم کتاب خوشخوانیه، پیشنهاد میکنم حتما کتاب رو مطالعه بفرمایید. بعد 6 ماه پیش آقای صباغ میگن که کتاب رو خوندن، خیلی لذت بردن و تشکر کردن از ترجمه شما. خیلی ممنونم که نظرتون نوشتین. آره یکم راجع به فضای کتاب برای دوستانی که تا حالا کتاب رو نخوندن ممنون میشیم که در واقع توضیح بفرمایید و بتونیم لذت ببریم از توضیحاتتون. من عرض کنم که این ماجرای بیل فرلان که شما صحبت کردین راجبش توی کانتکسی اتفاق میفته در ایرلند دهه 1980 و ماجرای ظلمی است که به گروهی از زنان میشه. در واقع چیزهای کوچکی مثل اینها روایت یک واقعی تاریخیه. مؤسسه هایی بودن با نام رختشویی خانه های مگدالن که از اسم مریم مجدلیه در کتاب مقدس گرفته شده. اینها به ظاهر مکانهایی بودند برای اصلاح و تربیت برخی زنان.
زنانی که خانوادهشون اونا رو طرد کردن، حالا به دلیلی که رابطه نامشروعی داشتن یا صاحب فرزند به اصطلاح نامشروعی شدن، خانواده اینا رو طرد کردن. کلیسای کاتولیک ایرلند هم این مؤسسه ها رو راه میندازه برای در واقع نگهداری از این زنها و اونطور که خودشون اعلام کرده بودن برای اصلاح و تربیت اینها. ولی در واقع این مؤسسه ها ابزاری میشن برای بهره کشی از این زنها و سوء استفاده از اونها. کلیسا به مدد این دخترانی که در این مؤسسه ها زندگی میکنن سفارش های رختشویی میگیره از بیمارستان ها، از هتل ها و غیره و غیره، و این زنها ناچارن صبح تا شب خیلی سخت کار بکنن تو این مؤسسه تا جایی که بعضیاشون جونشون رو از دست میدن یا دچار بیماری های خیلی شدیدی میشن. فرزندان اینا رو هم به زوجهای آمریکایی، استرالیایی که صاحب بچه نمیشن میفروشن و از اون طریق هم کلیسا باز کاسبی میکنه و پولی به جیب میزنه. دولت ایرلند هم در واقع از این حمایت میکرده، یعنی همکاری بوده تبانی بین دولت ایرلند و نهاد دین کلیسا در بهره کشی از این زنها. از اون طرف هم جامعه‌ای داریم که جامعه‌ای است که سکوت کرده در برابر این ظلم، جامعه‌ای که بی‌تفاوته، جامعه‌ای که چشمش رو بسته به روی ظلمی که به این زنها میشه. چرا چشمش رو بسته؟ چون آرامش زندگیشو میخواد، چون نمیخواد خودش رو با این دوتا نهاد قدرتمند یعنی دین و دولت روبرو بکنه. خب در این شرایط ما قهرمان داستانمون بیل فرلانگ، یک تاجر زغال سنگه. این هم یکی از همون آدماییه که تو این شهر یک زندگی آرامی داره. فصل اول کتاب شاید این رو در واقع فصل خیلی کوتاهیه، 3 صفحه است، توصیفی است از اینکه شغل بیل فرلانگ چی هستش و چه کاری میکنه. اگر موافق باشین این قسمت رو من بله حتما، خیلی ممنون. ادامه توضیحات رو خدمت شما خواهم داد. این اول متشکرم. داستانه، فصل اول داستان. در اکتبر درختها به رنگ زرد در آمده بودند. بعد ساعتها را 1 ساعت عقب کشیدند و بادهای ماه نوامبر از راه رسیدند و بیوقفه وزیدند و درختها را لخت کردند. در شهر نیوراس دودکشها دود بیرون می‌دادند و دود به هوا برمی‌خاست و در رشته‌های دراز مومانندی به آسمان می‌رفت و بعد در امتداد اسکله پراکنده می‌شد و خیلی زود رودخانه بارو که به تیرگی آبجوی سیاه بود بر اثر باران بالا آمد. آدم‌ها غالباً با حالتی غمزده این آب و هوا را تاب می‌آوردند. مغازه‌دارها و فروشنده‌ها، مردها و زنها در اداره پست و در صف بیکاران، در بازار، کافی شاپ و سوپرمارکت، در سالن بازی بینگو، مشروب فروشی و رستورانی که خوراک ماهی و سیب زمینی سرخ کرده سرو می‌کرد، همه به سبک و سیاق خودشان درباره سرمای هوا و بارانی که باریده بود اظهار نظر می‌کردند و می‌پرسیدند این سرما و باران چه معنایی دارد و آیا اصلاً معنایی پشتش هست؟ آخر کی میتوانست باور کند که باز هم یک روز سرد و مرطوب دیگر از راه رسیده است؟ بچه‌ها قبل از خارج شدن از خانه و راه افتادن سمت مدرسه کلاه کاپشن‌هایشان را سر می‌گذاشتند و مادرها که حالا سرشان را می‌دزدیدند و بدو می‌رفتند طرف بند رخت یا اصلاً جرأت نمی‌کردند چیزی بیرون پهن کنند، چندان باور نداشتند که قبل از غروب حتی یک پیراهن هم خشک شود. و بعد شب از راه می رسید و دوباره سرما و یخبندان چیره می شد و سرما با تیغش از زیر درها به داخل می سرید و بر زانوهای کسانی که هنوز زانو زده بودند و تسبیح به دست ذکر می گفتند زخم می زد. توی محوطه کارگاه بیل فرلانگ تاجر زغال سنگ و چوب دستهایش را به هم مالید و گفت اگر همینطور پیش برود خیلی زود باید یک دست لاستیک نو برای کامیون بگیرند. به کارگرهایش گفت این ماشین کل روز توی جاده میدوه، ممکنه همین روزا لاستیکش بترکه. و راست میگفت.
هنوز یک مشتری محوطه کارگاه را ترک نکرده، مشتری دیگری از راه می رسید یا تلفن زنگ می خورد و تقریبا همهشان می گفتند که می خواهند سفارششان را همین حالا یا خیلی زود تحویل بگیرند. می گفتند هفته بعد به دردشان نمی خورد. فرلانگ زغال سنگ، ترب، آنتراسیت، خاک زغال و هیزم می فروخت. از اینها کیسه های 50 کیلویی، 25 کیلویی یا 1 تن کامل یا 1 بار کامیون سفارش میداد. علاوه بر اینها بسته های خاک زغال فشرده، آتش زنه و کپسول گاز هم می فروخت. کار زغال سنگ کثیفکاریش بیشتر بود و زمستان باید سفارشش را ماهانه از اسکله تحویل می گرفت. 2 روز کامل طول می کشید تا کارگرهایش بار را تحویل بگیرند، حمل کنند و بعد ته محوطه دسته‌بندی و وزنش کنند. در این میان قایقران‌های لهستانی و روس چیز تازه‌ای بودند که با کلاه‌های پوستی و پالتوهای بلندی که دکمه‌هایشان را می‌بستند توی شهر این طرف آن طرف می‌رفتند و به ندرت اگر می‌توانستند کلمه‌ای انگلیسی حرف بزنند. فرلانگ در زمانهای پرمشغله‌ای مثل این روزها بیشتر سفارش‌ها را خودش به مشتری‌ها تحویل می‌داد و می‌گذاشت کارگرها سفارش‌های بعدی را توی کیسه بریزند و بار درخت‌های قطع شده‌ای را که مزرعه‌دارها می‌آوردند اره کنند و بشکنند. تمام طول صبح صدای اره‌ها و بیل‌ها به گوش می‌رسید و کارگرها سخت مشغول کار بودند. اما ظهر که ناقوس دعای آنجلوس به صدا در می‌آمد، کارگرها ابزارها را زمین می‌گذاشتند، سیاهی را از دستها می‌شستند و به رستوران کیهو می‌رفتند و آنجا غذای داغ و سوپ و روزهای جمعه خوراک ماهی و سیب زمینی سرخ کرده بهشان می‌دادند. خانم کیهو همانطور که پشت پیشخوان جدید بوفه‌اش می‌ایستاد و گوشت را ورقه ورقه می‌کرد و با قاشق‌های فلزی درازش سبزیجات و پوره سیب زمینی توی بشقاب‌ها می‌کشید، می‌گفت آدم گرسنه نمی‌تونه درست کار کنه. کارگرها با اشتیاق می‌نشستند تا گرم شوند و یک شکم سیر غذا بخورند و بعد سیگاری دود کنند و دوباره برگردند بیرون توی سرما و مشغول کار شوند. خب این در واقع در ابتدای داستان یک تصویر کلی از زندگی این آدم به ما میده که شغلش چی هست و چی کار میکنه و زندگی آرومی داره. منتها در یک جایی بیل فرلانگ متوجه میشه که تو این صومعه یا تو این کلیسا چه اتفاقی داره میفته و وقتی که متوجه میشه دیگه وجدانش هیچ وقت آروم نمیتونه باشه، آسوده نیست و این دلیل هم داره. گذشته بیل خودش یک فرزندی بوده که حالا به اصطلاح نامشروع بوده، رنج کشیده، زخم زبون شنیده، حتی جستجو کرده سالها ببینه که پدرش کی بوده و البته توی این داستان تا حدی متوجه میشه که پدرش کی بوده. وقتی به این دخترها نگاه میکنه انگار مادر خودش رو میبینه، مادر خودش براش تداعی میشه. اینو در ابتدای فصل دوم در یک پاراگراف کوتاه این رو میگه. فرلانگ از هیچ به اینجا رسیده بود. بعضی ها حتی ممکن بود بگویند از کمتر از هیچ. مادرش 16 سالگی حامله شده بود، موقعی که به عنوان خدمتکار برای خانم ویلسون کار میکرد، زن بیوه پروتستانی که در خانه بزرگی در فاصله چند کیلومتری شهر زندگی میکرد. وقتی گند کار مادرش بالا آمد و کس و کارش به وضوح حالیش کردند که دیگر کاری به کارش ندارند، خانم ویلسون به جای اینکه اخراجش کند به او گفت همانجا بماند و کارش را ادامه بدهد. صبح روزی که فرلانگ به دنیا آمد، خانم ویلسون بود که دستور داد مادرش را به بیمارستان ببرند و بعد او و بچه را به خانه برگرداند. بنابراین این همش مادر خودش براش تداعی میشه. فکر میکنه که واقعا باید یه کاری کرد. همسر و دوستانش البته بهش هشدار میدن که مراقب باش، با کلیسا در نیفت. همسرش میگه به ما چه که بخوایم دخالت کنیم، ما زندگی خودمون رو داریم، ما باید فکر دخترای خودمون باشیم که به اون روز نیفتن. ما اگه مراقب باشیم دخترای خودمون رو خوب بزرگ میکنیم.
در این حال حالا من توی پرانتز یک توضیح دیگه هم بدم. داستان یک داستان کریسمسه. بله. فضای خیلی قشنگی داره اونجا که مثلا درست کردن کیک رو توصیف میکنه، اینکه آرد و الک میکنن، نمیدونم کشمشا رو دمشو میگیرن، بادوما رو پوست میکنن. این توصیفاش خیلی توصیفای زیبا و قشنگیه. یا درخت کریسمس رو وقتی با هم تزیین میکنن. پس فضایی که این باید به خانوادهش برسه، پیش خانوادهش باشه، ولی در این حال اتفاقی میفته که فکر این دخترها و زنهایی که توی صومعه هستن راحتش نمیذاره. روایت فمینیستی هست در این حال، یه نگاه زنانه داره به موضوع، در حالی که صومعه ضد قهرمان این داستان. بله دقیقاً. صومعه انگار با زن ضدیت داره، فرزند دختر رو مایه ناامیدی میدونه. اون راهبه‌ای که اونجا هست به بیل میگه که حیف شد که 5 تا بچه دارم، حیف شد که یه فرزند پسر نداری که نامت رو زنده نگه داری. و بیل فرلانگ بهش میگه که من خودم نامم رو از مادرم گرفتم و تا حالا هیچ ضرری هم ازش ندیدم و بعد چرا من باید از دخترها بدم بیاد؟ مادر خود من یه زمانی دختر بوده، چرا من باید این نگاه رو داشته باشم به دخترها؟ در این حال روایت جستجوی دردناک بیل فرلانگ در پی یافتن معناست این داستان. یه جایی در داستان فکر میکنه که من چرا به هیچی نرسیدم، با اینکه حالا الان تونسته برای خودش یک کارگاه فروش زغال را بندازه، ولی پیش خودش فکر میکنه. یک جایی در اون ابتدای صفحه 49 این رو میگه که این اواخر با خودش فکر کرده بود که غیر از آیلین نام همسرش، این اواخر با خودش فکر کرده بود که غیر از آیلین و دخترها چه چیزی اهمیت دارد. داشت 40 سالش میشد اما احساس میکرد به جایی نرسیده یا هیچ پیشرفتی نکرده و گاهی بی اختیار از خودش میپرسید که روزهای زندگی را باید صرف چه کاری کرد. خب این زندگی یک نواخت انگار گلوش رو گرفته و داره فشار میده و داره خفش میکنه. در این حال کاری که میخواد بکنه، کار شجاعانه و متحورانه‌ای که میخواد بهش دست بزنه، یه کاریه که عواقب داره براش، باعث طرد شدن خودش و خانوادهش میشه. یکی از دوستانش، همون خانم کیهو، بهش هشدار میده، میگه تنها مدرسه خوب برای دخترها مدرسه فلانه که دیوار به دیوار صومعه است و هر کس بخواد بچه‌ش یه کاری بشه، یه چیزی بشه، باید حتما به این مدرسه رفته باشه. تو اگر کاری بکنی تحصیل بچه‌تو از دست میدی، نمیدونم شغلتو ممکنه از دست بدی، عواقب خیلی دردناکی برای تو خواهد داشت. ولی بیل به هر حال نمیتونه خیلی راحت از کنار این بگذره. در یک جای دیگری از داستان میگه که فرلانگ از خودش پرسید آیا زنده بودن بدون آنکه آدم‌ها به همدیگر کمک کنند ارزشی دارد؟ آیا ممکن است که آدم سالها و دهه‌ها و تمام عمر به زندگی ادامه بدهد بدون آنکه حتی یک بار برای مقابله با آنچه زندگی رویش قرار می‌دهد شهامت کافی داشته باشد و باز هم بتواند اسم خودش را مسیحی بگذارد و توی آینه به خودش نگاه کند؟ بنابراین خیلی ممنون از توضیحاتتون. بله در خدمتتون. من فقط یک چند جمله دیگه بگم و بحثمو تموم کنم. ضرر و زیان‌هایی که یه زندگی ثابت داره، یه زندگی یک نواخت که داره آزارش میده، در این حال پشت پا زدن به این زندگی یک نواخت ممکنه عواقب زیادی براش داشته باشه و ضرر و زیان‌های زیادی داشته باشه. ولی در این حال شهامت این رو داره که مقابله بکنه با تعصبات و رسوم کهنه و اندیشه‌های پوسیده، میتونه مصلحت اندیشی رو کنار بگذاره، چیزی که همه مردم شهر دارن باش زندگی میکنن، و تصمیم میگیره که یک کاری بکنه، چون میدونه اگه بنشینه و سکوت بکنه وجدانش راحت نخواهد بود و بعد عواقبی که براش داره که در همون تکه‌ای که شما از پشت کتاب خوندین
اینو پیش بینی میکنه که اتفاقهای بدی در راهه، ولی میگه بدترین اتفاق ممکن رو پشت سر گذاشتم. این خیلی مهمه. بدترین اتفاق ممکن رو پشت سر گذاشتم. این که میتونستم یه کاری بکنم ولی نکردم. یعنی یه چیزی که باعث میشه تا آخر عمرم با احساس گناه زندگی کنم. میگه اون احساس گناه رو برداشتم. اون کاری که میتونستم بکنم و کردم. دیگه تا آخر عمرم احساس عذاب وجدان نخواهم داشت. در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون جناب بلوری. چیزی که حالا برای خود من خیلی پررنگ بود توی کتاب و خیلی توجه هم رو به خودش جلب کرد این بود که این کتاب حول محور اتفاقاتی داره پیش میره که علیه زنان و کودکان توی اون دوره توی ایرلند داره پیش میره و ما دائم میبینیم که شخصیت‌های اصلی کتاب حالا در جای مختلف توی قسمت‌های مختلف ما انگار در انتهای هر مسیری به یک زن برخورد میکنیم. زنی که در مقابل فرلانگ، دخترهای فرلانگ، اون راهبه‌ای که در کلیسا هستش، در اون صومعه هست، خانمی که حمایت کرده بود تا بیل بزرگ بشه و اونها رو در واقع در ابتدای زندگی فرلانگ نقش پررنگی داشت. و چیزی که خیلی برای من جالب بود این که اون شخصیت اصلی، محور اصلی این مسیرها همه یک مرده. یعنی ما همه اینها رو از نگاه یک مرد داریم میبینیم ولی همشون به شخصیت‌های زنانه برخورد میکنن. در ابتدای کتاب که حالا باز برمیگردیم بهش، توی مقدمه کتاب در واقع این کتاب رو یک نسخه بازنویسی شده از سرود کریسمس چارلز دیکنز معرفی میکنه. حالا میتونیم در ادامه راجع به اون هم صحبت کنیم. منتها اون فضایی که برای من خیلی جالب بود این که این شخصیت‌های زن یک جایی زخم خورده بودن، یعنی مثل اون دختری که توی اون انباری پشت کلیسا، پشت اون صومعه پنهان شده بود توی شرایط خیلی بدی که فرلانگ اون رو میبینه و میبره توی صومعه و اونجا در واقع سعی میکنه نجاتش بده، که حالا یک توضیحی هم در رابطه با این قسمت در فیلم میخوام بگم. اون شخصیت آیلین توی مواجهه با این، همه اینها به نوعی یک بخشی از اون آسیب‌های زنانه‌ای که در جامعه وجود داشت، آسیب‌هایی که به خانم‌ها وارد شده توی اون دوره هست. و یک جایی که خیلی پررنگه این که این آسیب‌ها رو یک بخش دیگه‌اش رو، یعنی اون ظلم رو انگار از نگاه اون خانم‌ها ما می‌بینیم. این خیلی عجیبه. یعنی یک جایی می‌بینیم که اون راهبه با وجود که خودش یک خانومه ولی اون زن ستیزی رو داره. برخوردی که با دخترهایی که وارد اون صومعه میشن میکنه، همون دیالوگی که شما فرمودین بینشون رد و بدل میشه در رابطه با اینکه تو پسری نداری و که نامت رو نگه داره. انگار تمام این شخصیت‌های زنانه روبروی هم قرار گرفتن توی این کتاب و این جدال و این ستیز بینشون شکل گرفته. یک جایی آیلین خیلی محتاط و محافظه‌کارانه میاد با بیرحمی باهاش صحبت میکنه در رابطه با این. یعنی میبینیم که بیل واقعا اذیت شده از نگاه کردن به اون فضایی که داره برای این دختر شکل میگیره و نام اون دختری که هم نام مادرش بوده، یه جایی این مسئله خیلی اونو به هم میریزه که اون شخصیت سارا توی کتاب اون رو برمیگردونه به گذشته بیل و اینکه خب من اگر اون خانم مثلا ما رو حمایت نمی‌کرد، خب سرنوشت من چی میشد؟ مدام دنبال اینه که اون چرخه در واقع مهر رو به نوعی منتقل کنه ولی گیر میکنه توی یک مناسبات خانوادگی، نمیتونه از این چارچوب بیاد بیرون. انگار این جداله رو داره میبینه، تماشا میکنه ولی باز مشاهده میکنه فقط اون جنگ زنانه‌ای که داره بین این شخصیت‌ها اتفاق میفته. توی وقتی که من فیلم رو میدیدم این وجوه و این تضادها خیلی بیشتر و بهتر به نمایش گذاشته شده بود. حالا یک بخشش برمیگرده به امکانات بصری که خب به هر حال سینما توی انتقال و مطلب داره. بعضی وقتا هست که ما یک کتابی رو میخونیم، وقتی که فیلمش رو میبینیم ناامید میشیم. معمولاً خیلی وقتا کتاب چون از تصور و تخیل ما در واقع کمک میکنه به اون بازسازی اون صحنه ها توی ذهنمون،
کتاب رو افراد خیلی بیشتر دوست دارن، علیرغم اینکه حالا فیلم ممکنه خیلی دیده بشه و اینها، ولی من توی این اثر واقعا فیلم رو مکمل این کتاب میدونم و پیشنهاد میکنم اگر دوستان کتاب رو خوندن حتما فیلم رو هم ببینن. هرچند یه جاهایی به داستان اضافه شده، یعنی یک قسمتی که اون رودخانه‌ای که یک داستانی پشتشه توی کتاب بیاد راجع به اون رودخانه صحبت میکنه که توی شهرشون بوده، ولی توی فیلم میاد اون دختری رو که توی اون انبار زغال سنگی میاره، از کنار اون رودخونه رد میشن، اونو کول میکنه، به خونه خودش میبره و حمایتش میکنه، در نهایت از اون فضا اون رو خارج میکنه. یا مثلا نقش کلیسا، اون قسمتی که در واقع داره میبینه اون ظلمی که از یک نهاد دینی داره اتفاق میفته، داره پیش میاد و نمیتونه چیزی بگه به خاطر اینکه تهدید میشه، با یک زبان تهدیدآمیزی داره باهاش صحبت میشه. توی فیلم این صحنه خیلی خوب نشون داده شده، یعنی شخصیت راهبه در فیلم یک شخصیت خیلی پرنفوذ و قدرتمندیه که میاد وقتی که اون دختر رو میبره در واقع توی صومعه و تحویل میده، با یک زبان و یک شاید زبان بدن حتی خیلی خاصی اون رو متوجه میکنه، یعنی اون دختر رو تهدید میکنه در حالی که داره جملات محبت آمیز میگه. این لحنه رو ما خیلی توی کتاب نمیبینیم، میتونیم حدس بزنیم، ولی اونجا که میگه خب این دختر رو ببرید تموم، بهش غذای خوب بدین، نذارید امروز کار کنه و بذارید استراحت کنه اینا، ولی توی کتاب هم توی فیلم این رو با یک نگاه خیلی تهدیدآمیزی به اون دختر میگه و این دختر متوجه اون ترس میشه که همه اینها نمایشیه که این زن در مقابل فرلانگ داره نشون میده برای اینکه بگه که خب نه، همه چی اینجا سر جاشه. و وقتی که فرلانگ میخواد از اونجا بره خیلی التماسش میکنه که من رو بیار بیرون از اینجا و دوباره مثلا حالا اون سراغش میره. این تضاد زنانه و این ظلم و در واقع مظلوم نمایی که در کتاب اتفاق میفته بر من خیلی پررنگ بود و ممنون میشم در خصوص اینکه این اثر رو حالا توی مقدمه با سرود کریسمس مقایسه کرده و این رو یک اثر فمینیستی، یک نسخه ای از اون میدونه. یکم بیشتر برای مخاطبانمون اگر امکانش هست توضیح میدیم تفاوت فضایی که این دوتا کتاب با هم دیگه داشتن، علیرغم اینکه هر دو اینها هم در دقیقاً زمان کریسمس بودن و اون مفهوم خانواده، مفهوم شادی که باید در اون زمان اتفاق میافتاد و شاید مفاهیم دیگری در خلال اون پیش اومد. بله. البته این مقدمه‌ای که برای کتاب نوشته شده و در این کتاب میخونید شما، مقدمه خود کتاب نیست. بله. مقاله است که در جای دیگری در مورد کتاب منتشر شده بود، نقدی درباره کتاب که من این رو به عنوان مقدمه کتاب، ابتدای کتاب قرار دادم، ولی مقدمه خود کتاب نیست. بله. عرض کنم خدمت شما که همونطور که توی مقدمه هم نویسنده توضیح داده، وقتی که مقایسه میکنه سرود کریسمس چارلز دیکنز و این اثر رو، این میگه این نسخه فمینیستی سرود کریسمس چارلز دیکنز، ولی معتقده که در سرود کریسمس چارلز دیکنز ارزش‌های مرد سالاران است و اون شخصیت داستان اسکروج وقتی به خودش میاد و تغییر میکنه که میترسه از اینکه تنها بشه، میترسه این همه طردش کنن، در رویا یه چیزی میبینه، وحشت میکنه و باعث میشه یه ذره تغییر بکنه، یه ذره مهربونتر بشه. ولی بیل فرلانگ دنبال یک تغییر معنا داره و از یک نگاه در واقع زنانه به کل ماجرا نگاه میشه، گویین که همونطوری که شما فرمودین شخصیت اصلی یک مرده و ما اینها رو از زاویه دید این مرد میبینیم، منتها مردی که این رو میتونه درک بکنه. در خصوص اون راهبه ها که فرمودین که تقابل دارن انگار با زنها و خودشون زن ستیز هستن، مسئله اینه که تفکر مرد سالارانه هست. حالا فرقی نمیکنه این تفکر رو مرد میتونه داشته باشه، میتونه زن داشته باشه. زنهایی که تحت تربیت تفکر مرد سالار بزرگ میشن از مردها گاهی اوقات بی‌رحم‌تر میشن نسبت به زنها و اینکه یک نگاه
آبجکت ما داشته باشیم به زن و زن رو بدون فارغ از اینکه خودش احساساتش چی هست و چی فکر میکنه و چی دوست داره تربیت بکنیم برای این نقش‌های سنتی تعریف شده. خب این چیزی است که در جوامع مردسالار اتفاق میفته. توی یک جامعه مردسالار نقش‌هایی تعریف میشه برای مرد و برای زن. هر کدوم از اینها باید نقش‌های خودشون رو ایفا بکنن و هیچ کس نباید وارد اون نقش‌هایی بشه که برای دیگری تعریف شده. این همون مرزهایی است یا همون اسلشی است که ما توی اون دایکاتمی ها، توی دوگانه ها همیشه داریم. دایکاتمی هایی که میگه مرد زن یا مثلا سفید سیاه. در این دایکاتمی ها که میدونید تفکر ما رو کلا اینا میسازن. کل تفکر ما بر اساس همین دوگانه هاست و همیشه در هر دوگانه یکی برتر از اون دیگری هست، طبق ایدئولوژی که در واقع حاکم هست بر اون فضا. مثلا در یک ایدئولوژی نژاد پرست تقابل سفید سیاه داریم و سفید برتر از سیاه هست. در یک ایدئولوژی سکسیستی یا مرد سالار مرد زن، تقابل مرد و زن رو داریم، مرد برتر از زن محسوب میشه. بنابراین اینها هر کدوم نقش‌های تعریف شده خودشونو دارن و از این نقش‌ها نباید تخطی بکنن. کار جامعه هم اینه که اینها رو سر جای خودشون برای نقش‌های خودشون تربیت بکنه. عرضم به حضور شما این که در صومعه می‌بینید این راهبه‌ها خودشون بدتر از هر مرد زن ستیزی هستن به خاطر این تفکری است که باهاش بزرگ شدن و اون تفکر مرد سالارانه است. حالا این یک بحث مفصلی میطلبه، من نمیدونم تا چه حد میتونیم وارد جزئیاتش بشیم. نه مشکلی از نظر زمانی نداریم، اگر شما دوست دارید صحبتاتون رو تکمیل بفرمایید، چون داریم استفاده میکنیم و خیلی هم نکات مهمیه. چون به هر حال درسته که حجم کتاب حجم کمیه و سعی کرده در نهایت ایجاز به یک سری از مشکلات اساسی در جامعه بپردازه، ولی من فکر میکنم خیلی از این مشکلات رو شاید یک استقبال زیادی که توی ایران از این کتاب شده، حالا چند تا ترجمه دیگه هم تا جایی که من خوندم دیدم که کتاب داره، چاپ‌های متعددی که داشته، ترجمه‌های مختلفی که داشته، به نظرم یک جور تجربه زیسته مشترکه، حالا نه به اون شکلی که در کتاب و اون فضا داریم می‌بینیم، ولی اون فضایی که فضای ضد زن یا زن ستیزانه‌ای که ما در کتاب می‌بینیم و از این تفکر نشأت میگیره برای زندگی امروز ما خیلی ملموسه. یعنی مخاطب‌ها وقتی کتاب رو میخونن خیلی جاها این مسئله رو دارن و موضوع خیلی پررنگش برای همه این در واقع فکر کنم نویسنده برای اینکه داره اون تفکر مرد سالارانه رو توضیح میده توی کتاب، یک پله بالاتر میاد و با مفهوم هویت خیلی مواجه میشه. یعنی یک قسمت‌هایی از رمان واقعا یه مفاهیم فلسفی رو در خلال زندگی روزمره بیل داره نشون میده به ما. اینکه یک آدم علیرغم اینکه استانداردهای لازمه یک زندگی رو داره، یعنی شغلش رو داره، فرزندانش رو داره، همسرش رو داره، ولی اون احساس تنهایی یک آدمی که شاید در اون سال بعد در نظر بگیریم دیگه، در 1980 میخوایم اون فضا رو یک مقدار ببینیم و باز تابش بدیم توی صحبتامون، این که اون تنهایی، حالا اگر بخوایم بگیم به عنوان یک آدم مدرن، یک آدمی که داره وارد یک جهان جدیدی میشه، تجربه ها دارن متفاوت میشن، اون مواجهه بیل با مفهوم زندگیش مواجهه پررنگیه و فکر میکنم شاید نویسنده دلیلی داشته از انتخاب این که شخصیت اصلی رو، یعنی میتونست از نگاه مادر بیل بگه، از نگاه مثلا اون دختری بگه که توی اون صومعه گیر افتاده، یا حتی از نگاه آیلین بگه، شاید مثلا یک شخصیتی که عقب‌تر وایساده و همه این اتفاقات رو داره همپای بیل پیش میبره آیلینه. ولی ما خیلی جاها میبینیم که آیلین خیلی محافظه‌کارانه برخورد میکنه با این قضیه، میدونه خودش واقفه به این که داره چه ظلمی اتفاق میفته، ولی در جایگاه خودش اون بحران هویت رو انگار تجربه نمیکنه. یعنی در واقع ما
اون هویت انسانی رو، اون دغدغه هایی که اون فرد داره وسط همین درگیری ها رو بیشتر در شخصیت بیل میبینیم که میگم این در اون اقتباس سینمایی خیلی بهتر نمایش داده شده. یعنی بارها با نگاهی که داره، خیلی از صحنه‌های صامتی هستن و ما دیالوگی نمیبینیم، ولی از اون دغدغه و رنجی که بیل داره در واقع تحملش میکنه، یه جایی که توی اون انبار زغال سنگ داره اون خشمش رو خالی میکنه، جایی که خیلی بغض میکنه و دستاشو، یک صحنه‌ای در فیلم خیلی تکرار میشه و فکر میکنم یه حالت نمادینی رو داره، اینکه هر شب خیلی این صحنه رو نشون میده فیلم. حالا عزیزانی که اگر توی جمعمون فیلم رو دیدن ممنون میشم نظرشون رو بگن. تمام اون دغدغه ها رو بیل میاره توی خونه و اون صحنه ورود بیل به خونه و شستن دستاش بارها در فیلم تکرار میشه و خیلی وقتا خودش رو توی آینه میبینه، کودکی خودش رو مدام تماشا میکنه. خیلی وقتا نصف شب وقتی از خواب بیدار میشه، روی رخت خواب که خوابیده روبروش کودکی خودش رو میبینه و باهاش شروع میکنه به گفتگو کردن که اون هویتش چیه. انگار یک بخشی از هویتش در گذشتهش جا مونده زیر سایه اون ظلم، زیر سایه حالا اون فضای تاریخی. ولی فکر میکنم میگم یکم فراتر از اون بحث جنسیت زدگی، حتی نویسنده سعی کرده که این بحران هویت رو بیشتر به نمایش بذاره. حالا این برداشت من بود، چون مدام وقتی که این دوتا رو همزمان هم در واقع فاصله کمی داشت زمانی که کتاب رو خوندم و فیلم رو دیدم، خیلی وقفه نیفتاد بینش، ولی خیلی جاها این برای من پررنگ بود که بیل یک شخصیت بی‌طرف خنثی این قرار داده شده که انگار حسابش از باقی مردهای جامعه جداست و داره، و ما مرد دیگه‌ای رو خیلی تو داستان نمی‌بینیم. یعنی شخصیت‌ها بیشتر میگم شخصیت‌های زنانه‌ن. حتی در فیلم وقتی که نمایش داده میشه، همکاراش توی اون کارگاه زغال سنگ یا اونجایی که میره آرایشگاه ماشوک‌ها، یه صحنه‌های خیلی کمی رو می‌بینیم و حتی یه قسمتی که به خونه دوستشون میرن اونجا رو توی فیلم نیاورده، یا خیلی از صحنه‌هایی که توی کتاب هست در فیلم نیومده. حالا نمیدونم تعمدی داشته قطعاً، احتمالاً، ولی اون فضا برای من فضای جالبی بود که از نگاه بیل، از یک نگاهی فارغ از این جنسیت شاید بشه اون فضا رو دید و نگرانیش رو درباره آینده دخترهاش به همون میزان نگرانیش رو درباره آینده اون دختری که دیده بود و متوجه بود که داره چه اتفاقی میفته. فکر میکنم این موضوع پررنگی بود توی فضای داستان. یک نکته دیگه که جناب بلوری میخواستم ازتون بپرسم، با توجه به اینکه حالا کتاب یک رمان ایرلندیه و حول محور اون فضا پیش میره، اون دوره تاریخی، از نظر ترجمه برای شما چالشی داشت؟ یعنی شما وقتی که داشتید کتاب رو ترجمه میکردین، بیشترین بخشی که درگیرش شدین از نظر زبانی کدوم قسمت بود؟ چون خیلی لحن کتاب لحن خوب و یک دستی در اومده بود. اون دیالوگ ها وقتی گفته میشد، توضیحاتی که بود ما رو خیلی وارد اون فضا میکرد و من خیلی لذت بردم از این فضای ترجمه کتاب. میخواستم یکم درباره اون صحبت کنیم. والا ترجمه کلا یه چالش بزرگه. یعنی هر جمله‌ای که شما میخواین ترجمه کنید یه چالشه. این کار ساده ای نیست، چه به لحاظ معادلیابی ها، چه به لحاظ حالا وقتی بحث ترجمه ادبیات باشه فقط انتقال معنا مطرح نیست. در بعضی از نمونه های متن که ما بهشون در اصطلاح میگیم متن‌های اینفورماتیو، متن‌هایی هستن که مثل کتاب درسی، مثلا متن علمی، اینا فقط باید محتوا منتقل بشه، یعنی محتوا محورن اینا به قولی، یا کانتنت فوکس هستن، فقط فوکس روی محتوا هست. محتوا رو شما انتقال بدید کار راحتی است. منتها در ترجمه ادبیات خیلی چیزای دیگه مطرح میشه، چون به اصطلاح ادبیات متنی فرم فوکس، یعنی گویی که محتوا هم داره ولی تمرکز روی فرم هست بیشتر. بنابراین اینجا چیزایی مطرح میشه مثل زبان اثر، مثل لحن اثر، لحن شخصیت ها،
مثل عناصر فرهنگی، مثل بازی با کلمات، مثل پانها، یا چیزهایی که به طور کلی خیلی ترجمه ناپذیر هستن به دلیل اینکه با یک کلمه‌ای که دو معنا داره مثلا یک بازی میشه. اینا معمولا چیزهایی که ترجمه ناپذیرن و به شکلی باید بازسازی بشن یا جبران بشن. اینه که در ترجمه ادبی ما با چالش‌های بسیار زیادی روبرو هستیم و هیچ وقت کار راحتی نیست که آدم راحت بشینه و مثلا جمله ها خیلی راحت در بیاد. بارها باید رو اینها فکر بشه، بارها بازخوانی بشه، بارها ریتم متن رو آدم نگاه بکنه. عرضم به حضور شما خوشخوان بودن کلمات، کنار هم قرار گرفتن کلمات به لحاظ سهولت تلفظ و ادا کردن کلمات، همه اینا چیزهایی است که باید روش فکر بشه و بعد از اینکه جمله ها یک به یک ترجمه میشن، حالا دقت میکنیم که حتما یک دست باشه متن به لحاظ معادلیابی ها، به لحاظ لیبل کلماتی که استفاده میشه. بعد از این مرحله بارها این متن خونده میشه، تغییراتی ممکنه در مراحل بعدی داده بشه، علاوه بر مترجم ویراستار متن رو میخونه، نمونه خوان‌ها متن رو میخونن. همه اینها در واقع حاصل یک همفکری است. بعد نیست که من اینجا اشاره بکنم وقتی یک کتابی به این شکل بیرون میاد، صرفاً هم نتیجه کار یک مترجم فقط نیست، یک تیمی در واقع کار میکنن تا این کتاب به این شکل در بیاد، از ویراستار گرفته تا نمونه خوان‌ها و کسانی که نظر میدن، کسانی که پرسش‌هایی مطرح میکنن برای اینکه کتاب با کیفیت بهتری بیرون بیاد. اینه که من به طور کلی فکر میکنم ترجمه ادبیات یک چالشه و در هر جمله و هر کلمش ما با یک دشواری و سختی و چالشی روبرو هستیم معمولا. دقیقا. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. بحث کلمه و جملات کتاب شد. بهتره یه اشاره هم بکنیم به نام خوب کتاب. من فکر میکنم که نام این کتاب خیلی هوشمندانه انتخاب شده. یک جایی از بین صحبته که همون فصل اول کتابم هست، جایی که مکالمه بین بیل و آیلین در اتفاق میفته و میگه که ما شب‌ها راجع به خیلی چیزها صحبت کردیم، چیزهای کوچیک اینطوری و این چنینی، چیزهای کوچک این چنینی یا مثل اینها. احساس میکنم نویسنده یک دلیل خیلی پررنگی داشته از انتخاب این نام برای کتاب. در واقع ما داریم از خلال در واقع روزمرگی های یک زندگی که همه چیز از بیرون میگم یک استانداردهایی داره و به نظر زندگی خوبی میاد، چیزهای خیلی کوچیکی رو میبینیم که با بی‌توجهی آدم‌ها به همون چیزها یک فاجعه به بار میاد. اون عدم توجهی که نسبت به اطرافشون اتفاق میفته، حالا چه از روی خودخواهیشون، چه از روی منفعت طلبیشون یا ترسشون بنا به اتفاقهای مختلفی که پیش میره. و فکر میکنم کتاب مدام داره به این نکته خیلی 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 مهم و دقیق اشاره میکنه که این چیزهای کوچیک و حتی این کتابی که شاید ظاهرش کوچیک باشه ولی خیلی اتفاقی، من فکر میکنم که هر کسی که کتاب رو بخونه نگاهش بعد از خوندن این کتاب به سری مفاهیم خیلی تغییر بکنه. حتی توی فیلمش هم همینطور. فیلم طولانی نیست نسبت به خیلی از آثار سینمایی در واقع هالیوود، ولی همون فیلم یک فروش خیلی بالایی داشته، خیلی جایزه گرفته و خیلی دیده شده. احساس می‌کنم توی فیلم هم دقیقاً این ماجرا و این دقت نظر اعمال شده که ما خیلی بی‌توجهیم. اگر ما هویتمون دچار چالش میشه، اگر دچار یک سری ترس ها میشیم، اون انسان ترس خورده، اون انسان مستعصل، یا باید شبیه باقی آدم ها زندگی کنه که خیلی بی تفاوت هست، کنار زندگی میگذرن و بهش بی توجهن و اون مسیر رو طی میکنن، یا اگر قرار توجه کنه اون توجه همراه با یک دردیه، همراه با یک چیزی که مدام این چالش رو برای اون آدم ایجاد میکنه که آیا من باید چیزی رو تغییر بدم یا سکوت کنم و به زندگیم بر اساس اون منفعتم ادامه بدم.
و ما این رو به وضوح در روابط بین بیل و آیلین میبینیم که آیلین به خاطر اون ارتباطی که با فرزندانش داره، به خاطر نقشی که به عنوان مادر در خونه داره، خیلی میاد مفاهیم رو از منظر دیگه میبینه، انگار خیلی واقعی تر از بیل داره زندگی میکنه. اون چیزی که حالا به تصویر کشیده میشه توی اثر سینمایی یا حتی توی کتاب، ولی بیل مدام توی تنهایی خودش با فاصله‌ای که میگیره متوجه این میشه. وقتی توی خونه است آشفته است، نمیتونه بخوابه، نمیتونه با بچه‌ها ارتباط درستی داشته باشه. وقتی که دارن هم کیک رو درست میکنن، وسایل کریسمس رو آماده میکنن، ذهنش مشغوله. ولی وقتی که فاصله میگیره و بیشتر این چالش ها رو شاید توی اون مسیری داره که داره به اون کارگاه زغال سنگ میره یا توی مسیرش حالا به اون صومعه یا جاهای دیگه، مدام این تفکر براش تفکر آزاردهنده‌ای میشه و چیزی میشه که خیلی پررنگ توی کتاب و حتی توی فیلم به نمایش گذاشته میشه. اینکه میگم پیام اصلی کتاب شاید این باشه که یک مقدار ما رو متوجه کنه به چیزهای کوچکی مثل اینها که خیلی از ما داریم در طول روز اینها رو میبینیم و خیلی بی تفاوت از کنارش عبور میکنیم و حواسمون نیست که در نهایت چه اثر مخربی روی خودمون میذاره. یک بخشش این قسمت بود که من دوست داشتم در رابطه باهاش صحبت کنیم و یک بخش دیگهش این بود که یک سری سکوت‌های خیلی پرمعنایی در نثر این کتاب اعمال شده که این به نظرم حاصل ترجمه خیلی خوب شما بود. یعنی جاهایی که قشنگ می‌دیدیم جمله به اوج رسیده و ما اون سکوت پرمعنا رو از متن کتاب می‌گرفتیم. حتی این توی اون اثر سینمایی هم به خوبی نشون داده شده و خیلی کوبنده بود. جایگاه این کتاب رو توی سایر حالا رمان‌هایی که در دوره حداقل در چند سال اخیر برای ترجمه انتخاب کردین میتونید بهمون بگین، یا از نظر نثر ادبیش اگر بخواید صحبت کنیم، جایگاهش رو توی ادبیات معاصرمون بخوایم بررسی کنیم، چه نقطه قوت‌هایی داشته این کتاب از نظر شما که حالا هم مترجم هستید هم استاد دانشگاه و قطعا یک نگاه متفاوتی نسبت به من خواننده نسبت به متن این کتاب دارید؟ ممنون میشم در رابطه با این هم یه توضیحی بفرمایید. ببین، متن این کتاب خیلی متن پیچیده‌ای نیست، این متن ساده و روونی داره، خیلی ساده متن رو پیش میبره، جلو میبره، آنچنان درگیر اون آرایه های ادبی و عرضم به حضور شما figures of speech و اینجور چیزها نیست اصلا این کتاب. اگر بخوام ببین خیلی نمیشه مقایسه کرد با آثار دیگه‌ای که چون هر کدوم از این آثار ادبی ویژگی‌های خودشون رو دارن و یک مسیر خاص خودشون رو میرن. مثلا من آثار باربارا پیم رو ترجمه کردم برای نشر بیتگل. خب اونها به لحاظ ادبی، به لحاظ متنی که نویسنده نوشته بسیار متن شاخصتری دارن و کار ترجمهشون هم بسیار دشوارتر از این بود. ولی خب این تاثیرگذاری که این متن کتاب داره اینو تبدیل میکنه به یک اثر منحصر به فرد، اثری که خواننده ایرانی مخصوصاً خواننده فارسی زبان یک نقاط اشتراکی در این میبینه و شاید همین یکی از دلایلی باشه که استقبال بیشتری هم از این کتاب شد نسبت به کتاب‌های دیگه، به دلیل اینکه آدم انگار یک سری نقاط مشترک داره میبینه در اتفاقاتی که در این رمان میفته و در زندگی شخصی خودش. به لحاظ متن همونطور که گفتم متن ساده است، ولی به هر حال چالش‌های خودش رو داره، پیچیدگی خودش رو داره. همیشه ترجمه کار دشواری است. اگر متن خیلی ساده و روونی هم باشه مثل همین کتاب چیزهای کوچکی مثل اینها، باز دشواری‌های خودش رو در ترجمه داره، پیچیدگی‌های خودش رو داره و لازمه که در مورد تک تک اینها ما فکر بکنیم که متن خوشخوان و یک دستی در بیاد. خیلی ممنون از توضیحاتتون، متشکرم.
جناب آقای صباغ یک توضیحی رو در چت نوشتن. آقای صباغ خیلی خوشحال میشیم اگر میکروفونتون هم باز کنید و نظرتون رو بفرمایید، چون دوست داریم که جلسات خیلی تعاملی باشه و از حضور شما عزیزان هم بهره ببریم. اگر امکانش رو داشته باشید که میکروفون رو باز کنید که خیلی عالی، اگر نه من کامنت شما رو بخونم. خب من بخونم. ایشون نوشتن خیلی مسئله مهمیه که فرد در جمع چگونه رفتار میکند وقتی که اتفاقی میفته. بله چشم، حتما من میخونم پس با اجازهتون که دوستان دیگه هم بشنوم و کمی راجبش صحبت کنیم. این که به تفاوت رد میشه و اهمیت نمیده به خاطر اینکه حتما افراد دیگری هستن و واکنش مناسب رو نشون میدن. با اینکه شخص احساس مسئولیت میکنه و خودش اون شخصیه که باعث ایجاد تغییر میشه. مثل وقتی که توی خیابون شلوغ یک شخصی حالش بد میشه، خیلی از افراد به امید اینکه کس دیگری کمک میکنه از کنارش بی تفاوت رد میشن. ولی اگر جای خلوتی باشه احتمال کمک کردن هر فردی بیشتر میشه، چون دیگه امیدی به کمک از بیرون نداره و شخص خودش رو موظف میکنه. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید آقای صباغ. دقیقاً به نظرم یکی از نکاتی که همه ما به نوعی در زندگی روزمره‌مون تجربه کردیم، اینکه وقتی که فاصله بگیریم یا وقتی تنها مواجه بشیم با چیزی، واکنش هامون واکنش های مؤثرتری هستند. انگار که مسئولیت پذیری ما خیلی بیشتر میشه در برابر اون اتفاقی که داره در بیرون رخ میده. حالا این میتونه در حیطه زندگی فردیمون باشه، یعنی اگر برگردیم به مشکلات شخصی که در زندگی هر یک از ما وجود داره، وقتی که تنهایی مجبور به مواجهه باهاش میشیم، تا اینکه همون مشکل در جمع وقتی اتفاق میفته انگار خیلی وقتا واگذار میکنیم واقعا به اینکه شاید کس دیگری بخواد اون رو برطرف کنه. دقیقاً این موضوع رو ما تو مواجهه آیلین و بیل توی کتاب می‌بینیم. آیلین جز اون دسته آدم‌هایی که از زیرش در میره و حتی وقتی که اون پولی که راهبه داده برای سال تحویل اونو میگیره، در حالی که اون پوله یک رشوه است، یک رشوه خیلی بزرگی که به بیل داده شده و داره میگه آقا سکوت کن، حق و سکوت توه نسبت به این اتفاقی که توی صومعه افتاده و تو اون دختر رو تو اون وضعیت دیدی. و داره اون راهبه اینجوری نمایش میده همه چیز رو که اینجا همه چی خوبه، دخترها در نهایت احترام کار میکنن، همه تربیت میشن و حتی پیشنهاد میده که تو هم دخترها تو بیار توی این صومعه تا اونها رو مثلا در واقع به بهترین نحو ممکن تربیت کنیم. میگم شاید توی فیلم این قسمت مواجهه راهبه و بیل خیلی به خوبی نمایش داده میشه، ولی وقتی که اون پول رو میذاره و خیلی راحت توی فیلم یه صحنه‌ای وجود داره، پیشنهاد میکنم حتما فیلم رو تماشا کنید. یه قسمتی وجود داره که داره خداحافظی میکنه، حق و زحمی در واقع بیل رو بهش پرداخت میکنه. بعد برای اینکه متوجهش کنه که این یک رشوه است و تو باید سکوت کنی در برابر اون اتفاقی که افتاده، یک کارت برمی‌داره و با یک نگاه خیلی تهدیدآمیز و متعجبی نگاه میکنه به بیل و دونه دونه اون اسکناس ها رو اضافه میکنه میذاره توی اون پاکت و اسم آیلین رو مینویسه روش و میگه این رو به دست آیلین برسون. توی فیلم یک تفاوتی این بخش با کتاب داره، چون وقتی که توی کتاب ما میبینیم که بیل وقتی میره خونه آیلین ازش میپرسه، میگه که خانم اون راهبه هر سال عیدی میده، چیکار کرده، مثلا چیزی داده نداده. اونجا مثلا میاد بهش توضیح میده که آره این پاکت رو داده. ولی توی فیلم بیل عمدن اون پاکت رو به آیلین نمیده و آیلین خودشون رو توی کت بیل بعد از یه مدتی پیدا میکنه و میگه این چیه و امیدوارم ازش تشکر کرده باشه. وقتی بازیش میکنه انقدر مبلغ زیادیه که میگه این همه هزینه‌های کریسمس رو جبران کرده و خیلی خوشحال میشه و اونجا خیلی بیل به هم میریزه از اینکه نمیتونه بهش توضیح بده که خب این یک حق و سکوت بوده، یک چیزی بوده که من مجبور شدم بگیرم برای اینکه اون صحبت رو نکنم و مدام با وجدان خودش درگیره. و دقیقاً اون فاصله و اون مواجهه فردی بیل با اون اتفاق باعث میشه که احساس مسئولیت بیشتری بکنه و این چیزی که آقای صباغ گفتم به نظرم کاملا در کتاب و فیلم در بین این شخصیت این دو نفر به خوبی نشون داده شده. ایشون فرمودن که کتاب دیگه رو هم از شما خوندن و اون کتابم خیلی خوب بوده. کامنت ها رو شما هم میخونین درسته آقای بلوری؟ یه لحظه بخونم رفت کامنت نتونستم بخونم.
درسته. توی بخش چت رو اگر بزنید کامنت های قبلی هم میاد، شما میتونید همه رو مطالعه کنید. بله شما لطف بفرمایید بخونید حالا. بله حتما. تشکر کردن از ترجمه شما و اینکه پل ارتباطیشون هستید با آثار خوب اینچنینی. کتاب ترجمه دیگه هم از شما خوندن و تشکر کردن. ممنونم آقای صباغ. بله خیلی لطف دارن. این نکته‌ای که جناب صباغ فرمودن واقعا اون چکیده و اساره مطلب در این رمان، اینکه مصلحت اندیشی باعث میشه ما سکوت کنیم، چیزی نگیم، برای اینکه چرا باید خودمون رو به درد سر بندازیم. ولی و خیلی وقتا ممکنه ما به این فکر کنیم حالا یه کاری گیرم که مثلا منم یه کاری کردم، چه اتفاقی میخواد بیفته. ولی همین کارهای کوچیک، همین سهمی که هر کدوم از ما داریم و میتونیم اون نقش رو ایفا بکنیم، این در نهایت تاثیر بزرگ میذاره و این پیام در واقع این رمان هستش. خیلی ممنونم جناب صباغ، محبت دارید. خیلی ممنون، متشکرم. خب از بین عزیزان اگر کسی از دوستان در خصوص صحبت‌هایی که داشتیم سوالی یا مطلبی دارن خوشحال میشیم که بله خانم الفت عزیز در خدمتیم. خب خیلی ممنون اولا از برگزاری این جلسه که خیلی جلسه خوشایندی بود. من خدمت آقای بلوری هم یه فرصتی برای من، همه چی درباره کتاب گفته شد ولی من فقط خواستم از این فرصت استفاده کنم، تشکر کنم ازشون، هم بابت انتخابای خوب هم ترجمه های خوب. من هم نوایی در پاییز رو انقدر که دوست داشتم 2 بار خوندم، خانم پالفری همینجور. این کتاب هم که خب خیلی واقعا کتاب خوبی بود، یعنی اینکه آدم خیلی با خودش این چیزو داره همیشه، این حسو که آیا من باید الان یه جایی سکوت کنم یا حرف بزنم، آیا اصلا من باید این کنج امن خودم رو ترک بکنم یا نکنم، همینجا که نشستم خب خوبه، حالا چرا من برم، چرا دیگری نره. مثل این کتاب که خب حالا فکر کنید مثلا همسرش میگه که خب ما مراقب بچه‌های خودمون باشیم دیگه، اینا شبیه اون دخترها نشن. و خب وقتی که میگه اگه دختر خودمون بود چی، خب نه حالا که دختر ما نیست. یعنی به نظرم خیلی کتاب خوبیه، به خصوص شاید برای این روزهای ما، این روزهایی که آدم یه حالت انفعالی داره و همش فکر میکنه که خب حالا من فعلا گلیم خودم رو از آب بکشم بیرون و حواسم باشه که همین چیزی هم که دارم از دست ندم. به هر حال من خیلی از لذت بردم، واقعا خیلی تاثیرگذار بود. کتاب ظاهرا جمع و جوره ولی همچنین پر از نکته است و امیدوارم که ترجمه های بعدی آقای بلوری هم رو بتونیم بخونیم. از این جلسه هم خیلی لذت بردم، از شما هم ممنونم خانم پاکزاد. قربان شما، ممنون از نظرات خوبتون، خیلی لطف کردید. سرکار خانم الفت خیلی ممنونم ازتون، خیلی لطف دارین. من خیلی از ترجمه های خوب شما لذت میبرم، خیلی ممنونم از شما. خواهش میکنم، باعث افتخاره. متشکرم. قربان شما، خیلی ممنونم. جناب بلوری عزیز کتاب جدیدی در دست ترجمه دارید؟ کمی از کارهای دیگه‌تون اگر صحبت کنید خوشحال میشیم. والا یک کتاب، یه رمان جدید هست که در نشر بیتگل قرار منتشر بشه. یه رمان تاریخی، باز با محوریت مسائل زنان و باز با یک شخصیت زن، شخصیت اصلی زن، که ماجرای اتفاقاتی است که در سارایوو در سال 1992 و در جریان محاصره سارایوو اتفاق میفته و شخصیت اصلی داستان که یک هنرمند نقاشه و اتفاقاتی که طی تقریباً 1 سال زندگی در محاصره در سارایوو براش میفته، این رو بازگو میکنه و تمرکزش روی ارزش هنر در زمانه جنگ هست. اینکه هنر چگونه میتونه اون
خشونت‌ها و زشتی‌هایی که جنگ برای زندگی آدم‌ها به ارمغان میاره این رو خنثی بکنیم. چقدر جذاب و عالی. نام کتاب چیه آقای بلوری؟ عنوان کتاب هست پروانه‌های سیاه. چقدر عالی. کی انشالله چاپ میشه؟ والا فکر میکنم به زودی تقریبا همه کاراش انجام شده. اگر یک دو تا گیر کوچیک برای مجوزش داره، اگر اونا رو انشالله رفع بشه به زودی زود منتشر بشه. به امید خدا. خیلی ممنونم از لطفتون. خیلی متشکرم. آیا از بین عزیزان دیگه کسی دوست دارن صحبت کنن به جمع ما بپیوندن و گفتگو رو ادامه بدیم؟ سوالی یا نظری در خصوص صحبت هایی که شده؟ خیلی ممنونم. آقای بلوری، آیا صحبتی هست در رابطه با کتاب که بهش نپرداخته باشیم و دوست داشته باشید که مطرح کنید؟ والا به نظرم کتاب خودش گویای همه چیز هست. بهترین توصیه من اینه که دوستان، حالا خیلی از دوستان احتمالاً کتاب رو خوندن، خود کتاب رو بخونن. خود کتاب حرفش رو با اونها بازگو میکنه و توصیه شما رو هم من حتما بهش عمل میکنم. فیلم رو هم حتما سعی میکنم ببینم. من یه قسمت کوتاهی از فیلم رو دیدم، همون مواجهه بیل فرلانگ با خانم راهبه. بله. ولی متاسفانه هنوز فرصت نکردم فیلم رو کامل ببینم که حتما به توصیه شما عمل میکنم و فیلم رو هم ببینم. خیلی ممنون از لطفتون. بله، چون خیلی از منتقدان سینمایی و حتی منتقدانی که در حوزه ادبیات این کتاب رو بررسی کردن معتقد بودن که جز معدود کتاب‌هاییه که فیلمش خیلی قوی‌تر از کتاب به داستان پرداخته. هرچند یه تفاوت‌هایی میگم داره، یعنی کاملا میتونم بگم 80% متعهد بوده به متن کتاب. خیلی جاها دیالوگ‌ها عوض شده، خیلی جاها داستان یک مقدار پس و پیش شده، یک نقاطی رو تعمداً پررنگ نشون دادن در اون اثر سینمایی. ولی خب فکر کنم با بازی خیلی خیلی درخشان آقای مورفی و کارگردانی بسیار خوب و فیلمبرداری خیلی خیلی عالی که فیلم داشت، باعث شد که انقدر دیده بشه، همراه با موسیقی خیلی خوب و همه اینها دست به دست هم داده که اون اقبال عمومی نسبت به این اثر سینمایی اتفاق بیفته و فکر می‌کنم حدود 14-15 میلیون دلار فیلم فروش داشته. و اتفاقا یکی از منتقدایی که من داشتم حالا در رابطه با کتاب میخوندم، این موضوعی که شما فرمودین که نثر این کتاب یک داستان خیلی ساده‌ای رو داره روایت می‌کنه، یعنی همین که ما از پیچیدگی‌های زبانی و ادبی و اینها خیلی دوریم و توی دوره معاصر ما معمولاً کتاب‌هایی رو که میخونیم یک مقدار فضای این کتاب از نظر نثرش و از نظر حالا پرداختن به اون داستان خیلی ساده تره نسبت به خیلی کتاب هایی که الان ما میبینیم که دیده میشن، حالا ترجمه های متعددی ازشون میشه ولی خیلی سعی میکنن پر از تکلف باشن، انگار که یکی از معیارهاشون اینه که اثر یه اثر خیلی پرتکلف و طولانی و اینهایی باشه که به مسائل مختلف بپردازه. ولی این کتاب واقعا یک اثر خیلی مینیمال، ساده و در نهایت ایجاز یک داستان خطی، یک برشی از اون زندگی رو گفته و شبیه یک هایکو انگار شما فقط مثلا یک مواجهه‌ای رو باهاش دارید ولی تاثیرات بسیار عمیقی رو میذاره و فکر میکنم که میگم این ایجاز سعی شده که در اون اثر سینمایی هم حفظ بشه و خیلی اثر طولانی نباشه. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگر صحبت دیگری هست در خدمتتون هستیم. حتما که عنوانش هم به همین دلیل من سعی کردم یه عنوان خیلی ساده باشه، چیزهای کوچکی مثل اینها. دقیقاً اون چیزی که در زندگی روزمره ما میگیم، اون روشی که حرف میزنیم، سعی کردم از کلمه قلمبه سلمبه‌ای، کلمه نمیدونم پیچیده‌ای یا خیلی ادبی توی متن، توی عنوان نباشه. به نظرم عنوان کتاب این بهترین ترجمه میتونه براش باشه با توجه به متن در واقع رمان، با توجه به سادگی
و سادگی عنوان خود انگلیسی، به نظرم عنوان ما باید یک عنوان ساده باشه، چیزهای کوچکی مثل این. خیلی زیبا بود. من که واقعا لذت بردم. من میگم جمله ها خیلی خوش نشسته بود و به جا بود. ترجمه خیلی یک دست و عالی بود. واقعا ازتون ممنونیم. امیدواریم که ترجمه های جدیدتون هم خیلی زودتر چاپ بشه و اونها رو هم بخونیم و جلساتی داشته باشیم روشون. خیلی متشکرم. ممنونم از شما. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. قربان شما. لطف دارید. از شما ممنونم. مرسی. ممنون از شما و دوستانی که همراه ما بودن. حدود 1 ساعت و 10 دقیقه جلسه ما طول کشید. به امید دیدارتون در هفته‌های آینده هستیم. یک گروه تلگرامی هم، البته من میدونم شما دسترسیتون به تلگرام یک مقدار مشکل بود فکر میکنم، چون من لینک رو نتونستم به دلیل شرایط مثلا 1 ماه گذشته بود که VPN ها کار نمی‌کردن و من نمیتونستم، ولی الان تقریبا حل شده. نه اینکه مثلا خدا رو شکر. به هر حال گروه شب‌های اوسان در تلگرام هم ما دوست داریم خیلی گروه فعالی باشه. هر هفته حالا مطالبی در اون گروه گذاشته میشه. ممنون میشیم اگر عزیزانی کتاب رو نخوندن یا بعداً دارن ویدئوی جلسه رو میبینن، اگر کتاب رو خوندن حتما نظراتشون رو برای ما بنویسن، یا اگر جملاتی از کتاب توجهشون رو جلب کرده یا نقد خاصی دارن، خوشحال میشیم که اونها رو هم بشنویم. خیلی ممنونم از حضورتون. ممنون که همراه ما بودین. به امید دیدارتون در جلسات بعدی و خیلی ممنون از عزیزانی که ما رو همراهی کردن.